خب سلام خدمت دانش آموزان رشته ریاضی، در خدمت یکی از رتبه‌های برتر کنکور 1404 هستیم. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و سوالاتی که میتونه بهتون کمک کنه در سال کنکور رو ایشالله من ازشون میپرسم. سلام، امیررضا نصیری هستم، رتبه 106 رشته ریاضی. خب البته خدمتتون هم بگم که داداش دوقلوشون هم رتبه 194 آوردن و حالا امیررضا به نمایندگی از در واقع خودش و داداشش اومدن اینجا که حالا تجربیاتشون رو بگن. تجربیاتشون هم دقیقاً شبیه همدیگه هستش. من خدمتتون عرض کنم که اولین سوالم اینه که از کی شروع کردید برای در واقع آمادگی برای کنکور؟ یعنی تو سال دهم چی کار کردید، 11ام چی کار کردید، اون موقع حستون نسبت به کنکور چی بود، بعد که وارد 12ام شدید چه شکلی شروع کردید و مسیرتون رو لطفا به بچه‌ها بگید. ما از همون زمانی که اومدیم کلاس دهم میخوندیم، حتی تو بعضی از درس‌ها هم تست می‌زدیم، ولی نه مثلا به طور کامل جامع که کتاب ببریم جلو، ولی یه سری از درس‌ها رو تست می‌زدیم. مثل چیا مثلا؟ اون موقع خیلی شیمی و فیزیک دوست داشتم، بیشتر رو اونا مانور میدادم، ولی اومدیم جلو از تابستون 11ام به 12ام شروع کردیم کنکوری خوندن و جدی خوندن که همین دروس رو می‌بردیم جلو و همین. توی مدرسه آلفا چه دروسی رو بودید؟ دروس حسابان و هندسه و گسستن. حسابان با کرمی و هندسه. خدمتتون عرض شود که در طول از همین تابستونی که شروع کردید برای درس خوندن برای کنکور همه چی طبق برنامه پیش رفت یا نه شما هم یه جایی از کلاس ها عقب افتادید، یه جایی احساس کردید که مثلا کمکاری کردید؟ اگر این اتفاق افتاد بعد چطور تونستید در واقع خودتون رو دوباره بیارید تو مسیر درس خوندن و اینا؟ توی طول مسیر بیشتر وقتا عقب میافتادم. و اینکه مثلا خیلی زمانا کلاس ها رو غیر حضوری میدیدم، یعنی آفلاین کلاس ها رو میدیدم. اما در واقع یه برنامه یا خودتون رو مجبور میکردید دیگه این آفلاین ها به چند جلسه نرسه دقیقا. یا نه؟ نه خیلی تلاش میکردیم که مثلا یکی دو تا جلسه تاش 3 تا عقب بیفتیم از شما و اینکه همش می اومدیم دیگه. خیلی جا هم عقب میافتادیم، توی بازی زمانی مثلا رو اون درس تمرکز میکردیم که اون درس برگرده احیا بشه. بعد من حالا یکم تخصصی تر برم تو شاخه همین هندسه و گسسته. خدمتتون عرض کنم که در مورد تست زدن چی کار کردید بعد از اینکه آموزش‌ها رو میدیدید؟ آیا در واقع حالا کتابی که ما تو کلاس معرفی میکنیم همون کتابیه که خودم نوشتم، کتاب آیکیو گاج، آیا خودتون رو مجبور میکردید همه سوالاشو بزنید؟ آیا چند منبعی بودید یا نه؟ چی کار کردید؟ توی هندسه و گسسته که ما از همون 11ام به 12ام تابستون شروع کردیم بخوندن، با همون کتاب آیکیو پیش می اومدیم. یعنی یه دونه منبع رو گرفته بودیم و اگه اینو تموم میکردیم بیشتر سعی میکردیم بریم سمت آزمونایی که هستش. باز حالا یه سری آزمونا خوب بود، یه سری بد بود، ولی اون ریشه کار همون کتاب بودش. توی آزمون ها آیا در واقع کی به این شناخت رسیدید که حالا اگر تو آزمون به سوالاتی برخوردید که حالا شاید در چارچوب کنکور نباشه به هم نریزه شما رو یا الکی دنبالش نیفتید؟ اصلا به چنین چیزایی برخورد کردید نکردید؟ یا اینجوری هم بهتون بگم مثلا من خودم یه سری توصیه ها توی جلسات ابتدایی میکنم، شاید خیلی باورپذیر نباشه. از کی به اون نتایج آیا رسیدید؟ اگر رسیدید تقریبا از کی بود؟ کلا روندتون رو بگید که بچه‌ها دقیق بدونن. ما در طول سال می اومدیم زیاد متوجه نمی‌شدیم که مثلا این سال به در کنکور میخوره توی هندسه و گسسته مثلا یا نمیخوره، ولی توی دوران جنبندی عید اون موقعی که برگشتیم جزوه‌ها رو از اول خوندیم و یه سری کار انجام دادیم، تستای کنکور رو زدیم، مثلا یه دونه تست میدیدیم میفهمیدیم که این تست دیگه یارو اومده مثلا خودش رو شبیه کنکور کنه یا نه اصلا خارج از کنکوره. دیگه این احساسه به آدم دست میداد و زمانی هم به این میرسیم که همون تستای کنکور رو ببینیم، یک جا پشت سر هم میبینید. و گسسته و هندسه ارزش سرمایه گذاری دارن تو کنکور؟ یعنی
آیا تونست دستتون رو بگیره سر جلسه کنکور؟ آیا در واقع واقعا همین روال عادی که همه میخونن، آیا کنکور همینه؟ در واقع حالا میگم روال عادی که میخونن، در واقع روال عادی که تو کلاسای ما در واقع جریان داره اینه؟ بچه‌ها نیاز به پرکاری حالا بیشتر از اون چیزی که من میگم دارن یا نه؟ اینا رو لطفاً شفاف به بچه‌ها بگید. هندسه و گسسته آره واقعا این که سرمایه‌گذاری کنیم روش واقعا نیازه، چون یه سری آزمونا من خودم یادم مثلا یه سری سنجش‌ها رو می‌زدم واقعا حسابانش سخت بود، بعد اونجا بودش که میگفتم حالا وایسا آخر دفترچه هندسه و گسسته دستتو میگیره، باز یه درصد مثلا دیگه خیلی آزمون سخت بود 40-50 میتونستی بگیری با همین هندسه و گسسته اینا. و معمولا توی حتی آزمونای آسون هم باز هندسه و گسسته خیلی کمک می‌کنه، مخصوصا گسسته. نقطه ضعف بچه‌ها هم هست، کاملا متفاوت میکنه آدمو سر جلسه کنکور. بعد یه سوالی که داشتم، شما برای امتحان نهایی توی این دروس از کی به فکر افتادید؟ آیا اون اول سال من میگفتم فعلا بهش فکر نکنید، آیا واقعا واقعیه اگر آدم فکر نکنه اون آخر میتونه در واقع این درس‌ها رو برای امتحان نهایی جمع کنه و نمره عالی بگیره، یا نه داستانی متفاوت از اون مفاهیم کنکوری داره؟ ما که در طول سال تست زده بودیم قشنگ گذاشتم شب امتحان خوندم، این کلاسای شما هم گذاشتم و اینکه زیادم حالا کتابو خوندم، یه دور کتابو خوندم ولی زیاد تمرینای دیگه حل نکردم، قشنگ کلاسو گذاشته بودم تو اون فرجه امتحان فقط نگاه می‌کردم. یعنی تدریس شما فقط نگاه کردم و اینکه کتابمو کامل کردم. یعنی الان منظورتون اینه که جنس امتحان نهایی دیگه در واقع پایین‌تر از اون مفاهیمی است که شما توی کنکور می‌خونید، کار سختی بچه‌ها ندارن. خدمتتون عرض کنم که هندسه دیرتر جواب میده یا گسسته برای رسیدن به اون در واقع لولی که بتونید توی کنکور به اینا در واقع اتکا کنید به این دروس؟ به نظر من باز به علاقه بچه‌ها ربط داره. مثلا من خودم گسسته رو خیلی بیشتر دوست داشتم چون وقت بیشتری هم می‌ذاشتم روش، زودتر جواب میداد. هندسه خورده کمتر ولی جواب کامل این سال به نظرم همون هندسه باشه. هندسه زود بازده‌تر. زود بازده‌تره. گسسته فکر می‌کنم حالا نمیدونم اینو تایید می‌کنین یا نه، فصل تموم میشه تازه آدم میفهمه داستان فصل چی و راحت تر باشه. کل گسسته رو من زمانی فهمیدم که داشتم جنبندی می‌کردم، فروردینم انجام میدادم. بعد توی از کنکور اردیبهشتتون به کنکور تیر ماه، حالا بچه‌ها دیگه از امسال که کنکور اردیبهشت ندارن، اون بازه در واقع پایان سال رو اگر ما اسمشو بذاریم، چی کار کردید وقتی درس‌ها رو خونده بودید؟ آیا بازم مبحثی تست زدید یا نه در قالب آزمون درس‌ها رو مرور کردید و بعد برگشتید حالا نقاط ضعفتون رو پوشش دادید؟ چی کار کردید دقیقاً؟ واسه همون فروردین کنکور اردیبهشت رو می‌خواستیم جمع‌بندی کنیم. اول من جزوه‌ها رو می‌خوندم، جزوه‌های کلاسی رو. بعد حالا اگه تستی این می‌خوندم چجوری بوده؟ یعنی روخونی یا نه؟ دیگه مثلا یه جورایی روشش رو ترسیم می‌کردم، یه جایی نیاز باشه می‌نوشتم. طبقه بندی تو ذهنتون می‌کرد. بعد مثلا تیپ تستش رو یاد می‌گرفتم. بعد اینکه یه سری آزمونای مبحثی هم می‌زدم توی همون زمان واسه کنکور اردیبهشت، ولی واسه کنکور تیر دیگه کلاً آزمون جامعه می‌زدم. حتی برنگشتم که دوره کنم واسه این آزمون جامعه، همین آزمون جامعه‌های مؤسسات و اینا بوده دیگه. جمع‌آوری کرده بودید اینا رو سال قبل همین امسال. یه سوال دیگه هم بپرسم که حالا چالش بچه‌هاست. آیا آدم تو دور اول خوندن، مثلا من امروز نظریه اعداد رو درس دادم، شما باید این انتظار رو داشته باشید پایان همون مبحث هر سوالی میبینی رو جواب بدی، یا نه این اتفاق به مرور تکمیل میشه؟ یعنی مفاهیم رو اگر یاد گرفته باشید توی بازه‌های جمع‌بندی، توی دوره‌ها کم کم اون تسلط ایجاد میشه. این چه جوریه برای بچه‌ها؟ دقیقاً تیپ تستیه، یعنی شما باید ببینید اون تیپ تست رو، یه دست و پنجه باش نرم کنید، بعد یاد میگیرید دیگه. همون شکلش اومد شما اون تست رو قطعا میزنید. معمولا تو گسسته اینطوری بودش که مثلا یه تیکش رو عوض می‌کرد. بله. همون مفاهیم اون فونداسیونش همون چیزای اصلی. بعد یه چیزی که حالا ما خیلی باش در واقع مشکل داریم توی بحث دیماست که
در واقع بچه‌ها تا آذر میخونن. حالا این آزمون‌های پایانی ترم اول یه چالشی برای بچه‌ها میشه. آیا باید تغییر رفتار بدن، یعنی شیفت کنن، سریع برن توی بحث تشریحی خوندن، یه تست رو کلاً بذارن کنار، یا نه به هر حال با هر ترفندی شده اون امتحانات مدرسه رو رد کنن اما بازم نگاهشون همون نگاه تست باشه تا تشریحی و اینا دیگه بیفته تو بازه امتحانات خرداد ماه؟ این چجوریه؟ به نظر من حالا چون امتحانات نهایی خیلی جدی تر شده توی اون بازه سعی کنن که اگه نخوندن از اول سال تا اونجا نهایی رو نخوندن. آره حالا نه تو دروس حسابان و هندسه و اینا به نظر من اگه کنکورشو بخونی نهاییش زیاد کار سخت نیست. بعد یه چند تا نمونه سوال حل کنی که بدونی چه شکلیه، ولی به نظرم تو اون بازه باید بخونن، نهایی رو جدی بگیرن ولی کنارش هم تستشون داشته باشه. شما چون از شما میپرسم چون داداشتون هم هست، یعنی در واقع تجربه 2 نفر رو دارید انتقال میدید، هر دو هم ماشاءالله رتبه‌های خوبی داشتید، معمولاً میشه اصلا در واقع نام برد یا نه؟ کی یه افتی کردید یا کی ناامید شدید دوباره برگشتید؟ حالا اینم میدونم که شما 2 نفر میتونستید به هر حال همدیگه رو ساپورت کنید یه جورایی، حالا اگر شما اشکال درسی داشتید از ایشون میپرسید و بالعکس، اما آیا واقعا دوره‌ای بوده که ناامید شید بگید اصلا وای من رتبه‌ام خوب نمیشه؟ معمولاً کیها این اتفاق براتون افتاد؟ مثلا میشه به ماه خاصی اشاره کرد یا نه؟ ماهش که والا فروردین که فشار کار خیلی زیاد بودش واسه جمع‌بندی یه خورده آدم احساس ناامیدی میگرفت، ولی باز ادامه میدادیم دیگه. زیاد زودتر چی این مثلا تو پاییز نمیدونم اینا هیچ وقت این اتفاق براتون نیفتاد؟ معمولا کمک می‌کردیم هم دیگه رو، همچین چیزی پیش نمیاد. ساپورت می‌کردید. و خدمتتون عرض کنم که کنکورای آزمایشی چقدر میتونه مثبت باشه چقدر میتونه منفی باشه؟ اگر جنبه مثبتش رو ببینیم باید رفتارمون با اون در واقع کنکور آزمایشی چطور باشه، یعنی خلاصه تر بگم چجوری ازش بهره برداری کنیم که در واقع اون کنکور آزمایشی بتونه رسالت خودش رو برای ما انجام بده. کنکور آزمایشی به نظر من یکی اینکه اول انتخاب مناسبشه. شما برید از قبل ببینید مثلا کدوم آزمون بهتر بوده اون انتخاب. بهتریش چیه؟ از رو چی باید بفهمم بچه‌ها؟ والا بچه‌ای که از اول شروع میکنه نمیتونه تشخیص بده. بیشتر باید از معلمات کمک بگیرن چون دیگه میدونن اوضاعش چه شکلیه، ولی تحلیلش خیلی مهمه. تحلیلش یعنی چی؟ من خودم این همه سال تو کنکور بودم هنوز تعریف دقیقی از تحلیل کنکور آزمایشی ندارم. یعنی چی؟ یعنی من الان رفتم مثلا دارم میگم امروز رفتم آزمون گسسته، از 10 تا سوال به 7 تا سوال جواب دادم، 3 تا سوال نزدم، 7 تا هم جواب دادم. این تحلیل کردن این درس بعد از ظهرش چجوریه؟ فرداش چجوریه؟ من خودم اینطوری بودم، اول سوال غلطمو نگاه می‌کردم ایرادم کجاست، بعد اون سوال غلطو اگه سوال خوبی بود مثلا به دلم میشست علامت دارش می‌کردم. به دلت مینشست با توجه به همون شناختی که پیدا کرده بودی. مثلا خب یه سری سوالا معلومه دیگه. آره موافقم. خب و اینکه بعد سوالای نزده رو تو وقت آزاد خودم میزنم، مثلا میگفتم حالا وقت مهم نیست، این ستا رو چرا نزدی، اینا رو بزن. بعد اگرم مشکلی داشتم میرفتم رو پاسخنامه و اینکه یه نگاهی هم به اون سوالای درستم میکردم از روی پاسخش که ببینی آیا آره همون چیزی بوده که من فکر میکردم، همونطوری بوده رفتم. خب چجوری میتونه یه کنکور آزمایشی جنبه منفی داشته باشه برای یه دانش آموز؟ یعنی به چی فکر کنه تون یا چه فرایندی رو طی کنه؟ اصلا اگر آزمون نده بهتره؟ به نظر خودتون با تجربه خودتون الان که دارید فکر میکنید. نمیدونم، مثلا به نظر من این بودش که شما یه برنامه درسی رو یه از اول سال بخونید، بعد به خاطر اون آزمون قلمچیه مثلا یه آزمون دیگه‌ای عوض کنی اون برنامه رو. مثلا بگی من مهر ماه میخوام مثلا فلان فصل رو بخونم، میرسی به اون فصل میبینی که آزمون قلمچی داره یه جای دیگر میگه، تو بگی نه اینو ولش کن بذار من برم اونو بخونم. این کارش تغییر برنامه یه خورده اختلال ایجاد می‌کنه. خب یه سوالم بپرسم، آیا امسال اگر کنکوری بودید با تجربه‌ای که الان دارید آیا دوباره مدرسه آلفا رو انتخاب می‌کردید؟ قطعاً انتخاب می‌کردم. واقعی یا یعنی واقعا انتخاب می‌کردید؟ اگر حالا حرفی، صحبتی، توصیه‌ای به بچه‌ها دارید، هر چی که واقعا احساس می‌کنید
برای بچه‌ها مفیده لطفاً به بچه‌ها بگید. توصیه‌ام اینه که آزمونایی که میزنن که جدی بگیرن و اینکه سعی کنن آزمونایی که میزنن محدوده داشته باشه. حالا منظورم از این محدوده اینه که شما 2 تا آزمون بزنید ولی همون 2 تا رو دیگه زیر و بمشو در بیارید. اینطوری میتونن موفق بشن. دیگه همین. خب امیدوارم که از تجربیات آقای نصیری و دوستای دیگه نهایت استفاده رو ببرید.